کرشمه ردیف استاد عبدالله دوامی. در مورد کرشمه در 2 ویدیوی گذشته توضیحاتی داده شده به طور کامل. شعر این قطعه از حافظ شیرازی هست. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده میشن: لا سی کرون دو ره دنگ شور، ره می کرون فا سول دنگ شور و سول لا سی بمول دو دنگ دشتی هست. علامت مایه نما سی بمول می کرون لا کرون، کوکتار دو سول ره، سیم اول برابر با بی در تیونر در نظر گرفته شده. دو ره می فا می فا می ره می فا سول فا می ره فا می ره، دو ره می فا می فا می ره می فا سول فا می فا می ره، ره سول می فا سول سول میر می فا سول فا می فا می ره سول فا می ره می فا می ره دو ره می فا سول فا می ره می فا می ره دو ره می فا سول لا سول فا می فا سول فا می ره می فا می ره دو فا می فا می فا می فا می فا می سول فاس فاس میز میز رف رف دون دو ابتدا فرم کرشمه به این شکل شروع میشه که وزن اونم هست مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون، یا همون وزن مجدس مسمن مخبون. در ابتداش یه عجله وجود داره. به جای بگیم دو ره می فا میگیم دو ره می فا، چو بشنوی سخن اینجا میر می فا میر ره، اشاره ها از می کرون به ره هستن. انگشت اول میاد روی می، قسمت دومش میشه می فا سول فا مفاعلون فعلاتون میر فا میر ره. این 2 بار تکرار میشه. بعد از اون وزن کرشمه شکسته میشه. ره سول می فا، اینجا بهتر انگشت اول رو بیاریم رو فا. ره سول می فا سول، اشاره به لا به کار داره. بعد اینجا چون سرکلید سی بمول می کرون لا کرون هست، بعد اینجا اشاره به بکار در نظر گرفته میشد. سول به بکار اشاره میده. بعد سول دوم میاد روی می کرون میر، انگشت اول میاد روی می فا سول فا می، دوم میاد روی می. بعدش یه خورده تحریر داریم فا میف میف رف راست چپ راست چپ راست، این همون تحریر عدل هم به حساب میاد. انگشت سوم میاد روی سول، تحریر اباعتا رو به این شکل اجرا میکنیم که سول فا می ره می فا می ره دو ره، راست چپ راست چپ راست راست چپ راست چپ راست ریز ره و 2 رسم زرد آوردیم. این تحریر اباعتا توسعه پیدا میکنه. یه ره می فا بهش اضافه میشه. ره می فا سول فا می ره می فا می ره دو ره. حالا میخواد به سمت لا بره. ره می فا سول لا، از می کرون به فا یک اومدیم جلو. لا تکریز داره. اینجا تحریرهای بالا به پایین رو داریم. سول فا می فا سول، راست راست چپ راست راست، فا می ره می فا یک پله میاد عقب، راست راست چپ راست راست می ره دو، راست چپ راست. باز روی 2 ایست میکنیم. نوت ما قبل اونی که اهمیت بالایی داره و بقیه مثل درآمد دوم فرود میاد. راست راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست راست سول و تحریر نشیب فاس فاس می فی رف رف دون دو ره ره، چو بشنوی